این سکه اولین پول رسمی دنیاست که ما را از تجارت کالا به کالا رسون به خرید و فروش خدمات با پرداخت پول. اما بدیش این بود که تولید سکه کار زمانبریه و حجم بالا بسیار سخته و این بود که اسکناس به وجود اومد، چیزی که صدها سال مهمون ما بود و به راحتی قابل پرداخت. اما بدیع اسکناس این بودش که توی امنیت دچار مشکل می‌شدیم، برای نقل و انتقالات باز هم مشکل اساسی داشتیم و توی حجم‌های بالا بحث‌های مختلفی درش وجود داشت و این بود که رسیدیم به کارت‌های بانکی که همین الان هم مهمون جیبامونه و خیلی راحت میتونیم نقل و انتقالات رو با واسطه‌ای به اسم بانک انجام بدیم. اما بدیع این روش اینه که اگر بخوایم تجارت جهانی انجام بدیم، حالا نیاز به یه پول واحدی داریم که بخوایم نقل و انتقال باهاش انجام بدیم که اون پول واحد فعلا میشه دلار. اما نسل جدید اومده که اون واسطه هم به کنار بزنه و بدون دخل و تصرف بانک و صرافی‌ها انتقال رو سریعتر